این واژه رو من خیلی میشنوم که در لحظه زندگی کن. در لحظه من اگر بخوام زندگی کنم شاید خیلی خطاها بخواد از من سر بزنه. چطور من میتونم در لحظه و بی خیال و بی آر زندگی کنم؟ من باید به جلو نگاه کنم که چه چیزی در انتظار منه. این کاری که من میخوام انجام بدم آیا به صلاح منه یا نه به خیر من نیست و به شره. به نظر من خیلی خوبه که محتوایی اگر ما دنبال میکنیم، اگر ما متنی رو میخونیم، خیلی خوبه که با دقت اون متن رو بخونیم و اون محتوا رو ببینیم. و این موضوعیه که متاسفانه خیلی قشنگ داره توی مدیا آموزش غلط داده میشه. بچه‌های تینیج، دخترها و پسرهای تینیج اینها رو خیلی خوب الگوی خودشون قرار میدن. چرا؟ حق هم دارن، به خاطر اینکه تجربه زندگی ندارن و میان این صحبت‌ها رو متاسفانه از این پیج‌ها میشنون و اینا الگوی خودشون قرار میدن. خدایی نکرده یک محتوا میتونه مخرب باشه و سم اون توی زندگیمون تزریق بشه و اینا همش تجربیات زندگی منه و هر کسی باید تجربیات زندگی خودش رو به دست بیاره.